افغانستان در کجای راه پرخم و پیچ صلح قرار گرفته است؟ آیا پس از ماه‌ها بدهبستان در دوحه و در نهایت بستن پیمان صلح میان آمریکا طالبان، افغانستان به پایان سالها خونریزی و کشتار نزدیک شده است؟ مهمتر، آیا افغانستان رهبری درست برای صلح دارد؟ مهمان من در گفتگوی امشب عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح است. آقای رحیمی، به استودیوی تلونیوز بسیار خوش آمدید. خوش آمدید. آیا روند صلح افغانستان از مسیر اصلی و درستش منحرف شده است؟ هنوز ما شما در شروع راستیم، در راه نرفته بودیم که بگوییم از او را عدول کرده. در شروع راستیم، باید پروسه آغاز شود و پیش بریم و ای که باز را درست است یا نیست در هر موقع مردم و قضاوت خواهد کردن که راه درست است یا نیست. هدف است که به نتایجی که منافع مردم افغانستان ایجاب کنه به او برسیم. بله، بدبین هم نیستیم، واقع بین هستیم. واقع بین هستین. سه نشانه ای که فکر میکنین مسیری که ترسیم شده و راه و دروازه‌ای که گشوده شد پس از مذاکرات دوحه و شما فکر میکنین که افغانستان به صلح میرسانه، چی هستن آقای وزیر؟ اولا خود باز شدن راه برای مذاکره یک آغاز است، بدون اینکه ما شما در مورد خوب یا بد از قضاوت کنیم. یک آغاز است، یک حرکت به وجود آمده و دیگه ای که از هر وقت دیگه مردم افغانستان، بزرگای مملکت، رهبرای ما همه به این عقیده هستند که به صلح یک نیاز از هر وقت دیگه جدی‌تر است و مهمتر است که به صلح برسیم و مملکت خود از مشکلاتی که میتونه در عدم صلح وجود داشته باشه نجات بدیم. درست. ولی آقای رحیمی، چرا هنوز فکر میکنین که ما در آغاز راستیم با وجودی که تقریبا 2 سال تلاش‌های صلح جریان داشت، آمریکا پیمان بسته؟ فکر نمیکنین که در نیمه راه هستیم تا در آغاز راه؟ مذاکرات ایالات متحده آمریکا با طالبان اونا پروسه‌ای بود که خود ازوا تعقیب کردن، آغاز کردن و تعقیب کردن. تا اینجا بیشتر روی مسائلی که بر ازوا مهم بود بحث شده. دروازه رو باز کرده برای مذاکرات. نکاتی هست در پروسه که تداوم ازو ما را به صلح میتونه برسانه، ولی برای ما مذاکرات بین الافغانی هنوز صورت نگرفته. بر ما آغاز راست. آیا اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح مشخص برای صلح داره؟ بله. چی است؟ طرحش بار بار ارائه شده و در کنفرانسی که در سال گذشته داشتیم در سوئیس، اونا یک طرح مکمل ارائه کردن. او چیزا وجود داره، فکر شده، طرح همه چیز وجود داره، ولی فعلا شرایط طوری است که اونا نمیخواین که تنها از طرف خود پروسه رهبری کنه. پروسه ملی است، باید به اشتراک همه طرفها، همه افغان‌ها، همه بزرگای مملکت با هم این پروسه را پیش شما از طرح 7 ماده‌ای گپ میزنین که رئیس جمهور همگانی ساخت یا طرحی که پیش از 7 ماده‌ای هم گفته شده بود؟ 7 ماده یک خلاصه از بود. 7 ماده‌ای خلاص. ولی آیا این طرح آقای رحیمی بسیار واقع بینانه اگر بگوین فکر میکنین ممد صلح است یا ای که مانع صلح؟ هر کاری که بر هر قدمی که برای صلح برداشته میشه هدفش است که ممد صلح باشه. هیچ کس تلاش نمیکنه که مانع صلح باشه و رئیس جمهور افغانستان در مراحل مختلف نشان داده که نقاطی که شما فکر میکنین در این طرح، ولی فعلا قرار است که پروسه صلح به اشتراک و به همگامی و همصدایی همه صورت بگیرد. اما طرح رئیس جمهور هنوز سر جایش هست، درست است؟ طرحی که در آینده عملی خواهد شد چیزی خواهد باشه که به تفاهم همه روی زو توافق شود و عملی شود. یعنی این طرح در حال حاضر عملی نیست یا قرار نیست که بر بنیاد طرح 7 ماده‌ای رئیس جمهور غنی روند صلح به پیش بره؟ قرار است که همه بزرگا بشینن روی منافع افغانستان فکر کنن. طرح 7 ماده‌ای هم به خاطر صلح بود و همه چیز با هم فکر کنن، تفاهم کنن سر زو
و پیش ببرن پروسه صلح. اما بسیاریا گفتن که طرح بیشتر مانع صلح است، مانع تراشیدن است در برابر روند صلح. من مثال میتونم به شما، مثلا در بخش پاکستان آیا فکر میکنین که پاکستان بیاید کتبی به افغانستان تضمین بده و پای یک ورق امضا بکنه که دیگه به طالب لانه نخواهد داد، پشتیبانی نخواهد کرد و از جنگ افغانستان هم حمایت نمیکنه؟ تا فعلا اعتراف نکرده اصلا پاکستان. خب پاکستان چی میکنه؟ به خاطر منافع خود میکنه. ما در خانه خود بر افغانستان چی میخوایم؟ اگر رئیس جمهور افغانستان میخواد که شرایط بیایه که همه منطقه پشتیبان صلح افغانستان باشه به شمول پاکستان، این خواست خوب است بر افغانستان. این خواست است که ولی باید عملی هم افغانستان باشه. میکنه. عملی باشه. آقای رحیمی هست؟ فعلا سر موضوعات کار میکنیم. اگر صلح پشتیبانی منطقوی نداشته باشه، طبعا ما شما میبینیم که تلاشایی که قبلا در دوره‌های قبلی در دیگه وقت صورت گرفته، اونا به خاطر بعضی مسائلی که در منطقه بوده اونا دوباره تخریب شده. ولی این که منطقه در پروسه صلح حمایت کنه، همکاری کنه، یک چیز لازم است. و حمایت پاکستان یعنی باید پای یک ورق امضا بکنه و پاکستان به شما تضمین بده. پاکستان یکی از کشورهایی است که در مسائل جنگ افغانستان، در مسائل صلح افغانستان نقش داشته و باید از پروسه صلح حمایت بکنه. این به نفع پاکستان هم است. این نیست که اونا تنها به خاطر افغانستان کار میکنن. صلح در افغانستان به نفع همه منطقه است و لازم است که همه همکاری کنند. درست. آجندای جمهوری اسلامی افغانستان آقای رحیمی در مذاکرات میان افغانان چی است؟ اول ای که رهبری سیاسی مملکت با هم روی نکات اساسی تفاهم کنن، بعد از تیم مذاکره را رهبری کنن و برشان وظیفه بتن، اجندا بتن که برن روی چی چیزا مذاکره کنن. ما تا امروز نداریم اجندا. اجندا داریم. چی است معلومات و مسائل زیادی است، ولی باید دوباره شورای رهبری مصالحه بشینن که همه دو شامل هستند، بشینن روی امو مسائل دوباره ببینن، هر چیزی که لازم دیدن داخل اجندا نگاه کنن، هر چیزی که لازم ندیدن او رو بکشن. یعنی شما یک فهرست نوشته شده در حال حاضر روی میز دارین؟ ما چند ماست که روی موضوعات مختلف کار میکنیم. مواد ابتدایی را برای هر بحث آماده کردیم، ولی او بستگی به این داره که دوباره از طرف بزرگا و رهبری مملکت تصویب شود. 3 خط سرخی که در مذاکرات روی میز خواهید داشت چی هستند آقای رحیمی؟ خطوط مردم افغانستان تعیین کرده. ولی شما گپ میزنین با لوی طالب. جرگه آمدن تعیین کردن که چی میخواین مردم افغانستان. من فکر میکنم که این وقت از این نیست که ما خطوط زیاد خط بکشیم و زیاد اونا را رنگ بدیم. واقعا وقتش هم هست آقای رحیمی، چون شما میرین به گفتگو و به معامله با طالب. چیزایی که مردم افغانستان تعیین کرده اونمو ارزش هاست و برای او باید چی تعیین شده از طرف مردم؟ در کجا تعیین شده؟ ارزشایی که ما شما در طول 2 دهه گذشته به دست آوردیم و برای مملکت ما به حیثیت یک سرمایه را داره، اونا رو مردم افغانستان میخواد کف شود. در لوی جرگه آمدن گفتن و گپه که ما همین چیزها رو میخوایم و او یک سند است، شما میتونین بگیرین ببینین و برای شنونده و بیننده های محترم دوباره. ولی وقتی مردم این مصاحبه را میشنوه و میبینه میخواد بشنوه که خطوط سرخی که اونا با گفته شما تعیین کردن در فهرست هست یا نیست. بله. 3 تا را نام ببرین آقای رحیمی. خواسته های مردم افغانستان همه در فهرست است، ولی فعلا من در موقف نیستم که ما اعلان کنم. شما وزیر صلح هستین، کی اعلان باید کنه؟ طبعا ما اجرا کننده هستیم، ولی تصامیم شورای رهبری میگیره. شورای رهبری مصالحه. بله. شورای رهبری مصالحه حرفش پیش آمد، چی وقت ساخته میشه آقای رحیمی؟ بسیار به زودی قرار است که دکتر صاحب عبدالله مسئولیت اجرا بگیره و پروسه به کار خود شروع کنه و شورا بعد از که اونا آمدن در پروسه داخل شدن و مسئولیت گرفتن، نظر به مشوره های بعدی پیش بره. آقای دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه میشن. بله، پروسه صلح را اونا رهبری خواهد کردن. به اساس توافق سیاسی قرار است به میان بیاید، چون هر دو طرف هنوزم روی یکدیگر هر روز دارن میجنگن بر سر قدرت. مسئله جنگ نیست، بحث است سر از که چه رقم منافع افغانستان حفظ کنن، تثبیت کنن
و او بحث به نتایج خوب نزدیک شده رسیده و انشالله به زودی شما خواهد دیدین که این مسائل حل شد. درست. و شما سکرتر آقای عبدالله میشین؟ من خادم مردم افغانستان خواهد باشم در پروسه صلح و این مهم نیست که عنوان چیست، فعلا یک عنوان رسمی وظیفه‌ام داره. پروسه صلح کارش یک کاری است که مهم است و هر کسی ما در هر نقشی که باشیم باید کار کنیم برای او، ولی این مسائلی است که یک بار کار شروع شود دکتر صاحب بیان رهبری رو بگیرن، باز هر تصمیم میره که رهبری دولت گرفت ما هم عملی میکنیم. شورای عالی مصالحه یعنی چی؟ یعنی کیا قرار است در این شورا جا داشته باشن یا عضویت بگیرن؟ چند نفر است؟ چی میکنه؟ از کجا دستور میگیره؟ آنچه که در این طرح همگانی شده است که از آقای عبدالله اگر بیاین در رأس دستور میگیرن، نه از رئیس جمهوری فعلی یعنی آقای غنی. مسائل صلح مسائلی است که به تفاهم و توافق همه باید صورت پیش بره و خود شورا جمعی از بزرگای مملکت است که میشینن به خاطر خیر مملکت تصمیم میگیرن. بزرگای یعنی بزرگسالا یا کسای دیگری آقای رئیس؟ بله؟ یعنی کسایی که سنشان بالاست؟ کسایی که در جامعه مطرح هستند، یک تعداد از نهادهای انتخابی در اونجا حضور خواهد داشته باشند که بتانن اما هر تصمیمی که میگیرن اونها یک تصمیم جامع و مفید باشه. چند نفر می باشن؟ چگونه انتخاب میشن؟ این جزئیات است که باید بعد کار خود شروع کردن اعلان کنن دیگه. بسیار خوب. هیئت مذاکره کننده ای که از طرف شما اعلام شد 21 نفری نهایی است آقای رحیمی؟ بله. نهایی است. بله. تغییرات قرار نیست بیاید. معیار حکومت و شما برای ایجاد این هیئت چی بوده؟ معیارهای مختلف در نظر گرفته شده. شمولیت سیاسی یکی از معیارها بود که همه او حضور خود ببینه، دیگه تخصص و تجربه و نمایندگی از اقشار مختلف جامعه و اینا همه چیزایی بوده که دو شامل بوده. و این معیارها را خود شما میبینین در این هیئت؟ همه شمول بله. است در هیئت؟ بله. کلگی اعضای هیئت چنین معیارها را دارن؟ خب چیزی است که به نتیجه یک پروسه مشورتی بسیار طولانی صورت گرفته و نهایی شده. از طرفی که نمایندگی میکنه یا آمده اونا نظرشان مثبت است. بله. قرار نیست که یک نفر بگوید که نظرش مثبت است یا منفی است و هر کسی معرفیش. اینا میرن که به نمایندگی از مردم افغانستان گپ بزنن. شما با کسای رو در رو میشین که 20 سال بیشتر از 20 سال تجربه مذاکره دارن، کار کشته هستن. کسایی که در این فهرست از واقع بینانه بگوین میتونه با طالبی که 20-25 سال تجربه کار داره گپ بزنه؟ اول که طالبا 25 سال تجربه مذاکره را ندارن. دوم ای که شخصیتایی که در هیئت هستن اشخاص دو هستن، توانمند هستن، میتونن این کار پیش ببرن. سوم ای که اونا از یک نظام، از یک کشور نمایندگی میکنه، از رهبری پروسه صلح کل بزرگای مملکت خطوط تعیین میکنن، اونا بر ازنا وظیفه داده میشه که اونا مذاکره رو پیش ببرن. اینا پس پیام رسان هستن، مذاکره کننده نه، مذاکره کننده هستن. خب مذاکره ولی کننده باید فن کننده مذاکره هم داشته بله. باشه. درست بله. است؟ داره اینا؟ شما 3-4 تا کسایی که من نام نمیگیرم، شما بله. میدانین کی هستن. بگوین واقع بینانه که اینا تجربه یک روز ششتن پشت میز مذاکره را دارن یا خیر آقای رحیمی؟ چون باور است که شما سلیقه‌ای به فرمایش چند نفر آوردین کسایی را در فهرست جا دادین و اینا میرن به نمایندگی از افغانستان گپ بزنن. چه کنیم در پروسه ما شما تمام مکانیزم اگر در نظر بگیریم، در بالا شورای رهبری است که در اونجا شورای رهبری با طالب رو در رو نیست. بله. کسایی که میرن رو در رو تعیین کننده است. اونا خطوط تعیین میکنن. اونا حضور دارن. خود تیم مذاکره است. شورای مشورتی داریم که از تمام اقشار مردم افغانستان دو حضور دارن. اونا مسائل دقیقاً روزمره مطالعه میکنن، میبینن که هر گپ به کجا میرسه. اونا نظریات خود میده. این وسیع‌ترین پروسه مشورتی است که صدای همه مردم افغانستان از هر جهت، از هر جای مملکت دو شامل خواد باشه. امید تشویش وجود نداره اقلاً که صدای مردم دو شامل نخواد باشه. ولی اتفاقاً داره این تشویش. تیم مذاکره هر کسی که شما تعیین کنین، تیم مذاکره بازم از یک طرف شاید انتقاد وجود داشته باشه در موردش. بالاخره تیم مذاکره تعداد چند زیاد است، تخصص هم دو وجود داره و انشالله در عقبهش یک نظام وجود داره میتونه کار. صلاحیت هیئت چقدر است آقای رحیمی؟ هیئت مذاکره کننده
شورای رهبری تعیین خواهد کرد و هر وقت که تعیین شد من انشالله براتون قول میتونم به دستان کاغذ میرسم. هنوز تعیین نشده صلاحیت باید هیئت. شورا شما بشینه آجندا فیصله دارین آقای رحیمی، باید تعیین شده باشه. ما موضوعات زیادی را داریم در لیست که باید بحث و سر زو، ولی او را به حیث اجندا به شکل اجندا در آوردن بعد از فیصله رهبری میشه. بسیار خوب. پس این هیئت صلاحیت چانه‌زنی با طالب را نداره. دارن. چیزایی که برده میشه از کابل روی میز گذاشته میشه بس. دارن. خب صلاحیت چنزنی را دارن، صلاحیت بحث دارن. وقتی صلاحیت تعیین میشه یعنی ندارن. ببینید به طور مثال رهبری برشان تعیین میکنه که برین سر آتش بس گپ بزنید. طور مثال بله. در امی حدود ممکن است که ما به یک آتش بس برسیم. در امی حدود مشخص شد. شما کدام موضوع سراغ دارین که هیچ حد نداشته باشه؟ نه خب ولی هیئت صلاحیت بالا رفتن از حد تعیین شده را نداره، درسته؟ امو حدود رهبری برشان تعیین خواهد کردن و او دستپای زور بسته نمیکنن. اونا را تجهیز میکنن، آماده میسازن که بتانن برن چانه‌زنی هم کنن، بحث هم کنن، استدلال هم کنن و به قناعت برسن رای طرف مقابل. مثلا در میز اگر طالب بخواد که جمهوری مبدل شود به امارت، پرچم سه رنگ فعلی افغانستان مبدل شود به سفید رنگ، این هیئت با طالب معامله میکنه، کنار میآید یا زنگ میزنه به کابل که چی کنیم؟ نه، تیم هیچ وقت پشت میز معامله نمیکنه. چیزایی که برشان تعیین شده و درست است هر طرف خواستای خود داره. یک مذاکره اگر هر دو طرف عین چیزا رو میخواستن دیگه به مذاکره نیاز نبود. هر طرف خواستای خود داره. در نتیجه در جریان از پروسه ما شما میتونیم بگوییم که کدام طرف روان هستیم و در پایان پروسه میتونیم تعیین کنیم که موافق بودن یا ناموافق بودن. پیش از همه چیز قضاوت کردن که یک پروسه ناکام است، این ناموافق است، این کمک نمیکنه. قضاوت چنین نیست. بحثی است که این هیئت صلاحیت چانه‌زنی را داره یا نه. شما در این زمان میگین بله، در این زمان میگین که صلاحیت ها مشخص میشه در کابل. بله، موضوعات تعیین میشه برشان که سر همین موضوعات گپ بزنین و حدودم برشان گفته میشه. سعی کنین به حد هیچ چیزی ممکن نیست. حدود باید در میز تعیین شود یا در کابل تعیین شود به هیئت داده شود؟ در کابل برشان گفته میشه که ما آتش بس فرضاً یک طور مثال ما آتش بس میخوایم به امی ترتیب میخوایم، این خواست از این طرف است. درست. اونا میرن بحث میکنن، طرف مقابل گپای خود میداشته باشه، با ما که گپا شروع شود بالاخره ان به یک نتیجه میرسه. چرا مذاکرات بین الافغانی آغاز نشد در 10 مارچ یا 20 ماه هود، 1 ماه و 6 روز پیش؟ آقای رحیمی شما مانع شدین یا طالب؟ ما مانع نشدیم، به هیچ صورت ما مانع از این نیستیم. آمادگی باید گرفته شود. طالبات حال حاضر نشدن که مذاکرات شروع کنن. اونا پیش شرط گذاشته بودن که زندانیا را آزاد کنین. ما دولت افغانستان پروسه سر موضوع زندانیا کار شروع کردن، پیش رفته تا اندازه، ولی هیچ وقت مانع پروسه صلح. چرا زندانیا آزاد نشد تا 10 مارچ؟ یک تعداد زندانیا آزاد شده. یک تعداد چند روز پیش آزاد شد. چند روز پیش آقای رحیمی. 10 مارچ بسیار عملی نبود. این یک پروسه است که کار میخواد و باید رسیدگی شود. اینجا نظر مردم افغانستان مطرح است. هر فردی که در لیست نامشان شامل است اونا باید بررسی شود. یک پروسه است. شما میدانستین که عملی نیست در 10 روز رهایی 5000 زندانی، درست است؟ اعلامیه مشترک با ناتو و آمریکا چون این چیزی را شما نگفتین به صراحت که ما مخالفت داریم با رهایی 5000 زندانی در 10 روز. خاموشی یعنی توافق آقای رحیمی، درست است؟ ولی شما ندیده خواهد باشین که ما گفته باشیم که ما موافقت داریم امرای ایزی چیز یا مخالفت داریم امرای از او چیز. خب خاموشی سکوت کردین، چیزی نگفتین. شما میدانستین شما چیزی مگر از قبل توافقنامه طالب و آمریکا به دست شما نبود آقای رحیمی؟ بود یا نه؟ بود. خب در توافقنامه مشخص گفته شده که تا تاریخ 10 مارچ 5000 زندانی رها میشه. شما میدانستین. شما یک بار ببینین او رو دوباره بخوانین. درست. به می شکل نیست. گفته که تسهیل میکنیم، گفته که تا این رقم و تاریخش مشخص شده. و تا این تاریخ بله. تاریخ زیاد شما میدانستین تاریخ پروسه مذاکره که جریان داشت. نه تاریخ شما میدانستین درست است ولی خاموش ماندین. ما میدانستیم که این تاریخ در سند وجود داره. بله. و در اعلامیه ما گفتیم صدا که بلند ما نشد. اطلاع یافتیم
که ما اطلاع یافتیم که امیت یک سند امضا شده، بیشتر از چیزی گفته نشده و مطابق ضرورت های یک پروسه و مطابق به خاطر حفظ منافع مردم افغانستان یک پروسه بسیار حساس است، به مو خاطر به مو ترتیب کار شده که لازم بوده و این پروسه بسته نیست، جریان داره. زندانیایی که به تازگی آزاد شدن کی هستن اینا آقای رحیمی؟ اینا کسایی هستند که در لیست طالبا بودن. طالب هستن؟ بله و میتونست مطابق پروسه میتونستن آزاد شد. چقدر نفر تا فعلا آزاد شده؟ در حدود 360 نفر آزاد شده تا حالی و برای بقیه پروسه هم تعهد وجود داره ولی باید مطابق اصول پیش بره. طالب گفته که اینا کسای نامعلوم هستن. اینا کسایی هستند که در لیست ازوا بوده. به کی تسلیم داده شد این زندانیا وقتی که آزاد شده از زندان مطابق بگرام؟ پروسه‌ای که شروع شده بود. تسلیم دادین شما؟ بله. مطابق ام پروسه‌ای که شروع شده بود، چیزی که امرای طالبات فهم شده بود، در ام پروسه اجرا شد، آزاد شدن و به فامیلایشان سپرده شد. به فامیلا یا به طالب؟ هیئت طالبان اینجا حضور داشت. هیئت طالب وقتی که رفت شما رهایی را آغاز کردین؟ بله ولی این سر از موضوعات بحث شده بود. یعنی زندانی اینا همون کسایی است که در لیست ازوا بوده. لیستی که داده طالب برای رهایی 5000 زندانی نزد شما هست؟ بله هست. بله. بر اساس فهرست این آزاد میشن، درست است آقای رحیمی؟ چرا با 15 نفر مخالفت دارین؟ از خاطر که دوسیه های ازوا طوری است که باید یک سلسله کارایی شوه، یک سلسله مسائل چی شود، تفاهم به وجود بیاید، پروسه صلح حرکت کنه. در بین مردم افغانستان باید تفاهم شوه. دوسیه های ازوا را اگه ببینین ثقلت داره و بعض موضوعاتی است که نمیشه که یک دم سر ازوا تصمیم گرفته شود و نمیشه که در هیچ پروسه صلح نمیشه که شما در رهایی زندانیای قبلی از مردم پرسیده بودین آقای رحیمی که زندانی آزاد شدن دوباره به میدان جنگ هم برگشتن؟ در رهایی انس حقانی از مردم پرسیدین؟ هر کاری که در آزادی زندانیان شده مطابق قوانین افغانستان، انس حقانی مطابق قوانین آزاد شد. منافع افغانستان، منافع دراز مدت افغانستان در نظر گرفته شده و هر تصمیمی گرفته شده، درست از بعضی تصامیم بعضا بسیار خوشایند نمی باشه و بسیار در بین پاپولاریتی نمی داشته باشه ولی بعض وقتا زمامدار مملکت مجبور میشه به خاطر حفظ منافع دراز مدت کشور یک سلسله قدم‌های رو برداره. درست. این 15 نفر کیا هستن آقای رحیمی که به این اندازه خطرناک هستن؟ مسئله است که در چی مسائلی در گذشته اینا سهیم بودن که او قضیهشان پیچیده سهیم هستن؟ در قضایای در حملات و در چیزای پیچیده شرکت داشتن. دو سه حمله ای که اینا انجام دادن و بزرگ است از نظر شما چی است؟ کدام عملات بوده؟ دقیق تر میتونیم هر قضیه را از روی دوسیهش ببینیم. امی دقیق امون معلومات دوسیه هر کدامش پیشمن نیست که براتون بگویم ولی دلیل آزاد نشدنشان است که دوسیه هایشان حساس است و پیچیده است. و اینا آزاد نمیشن. پروسه صلح پیش بره. یک روز اگر ما شاهد ازی بودیم که صلح در افغانستان به نتیجه رسید باید کل زندانی آزاد شود. ولی در روز اول نمیشه. در وقت دوسیه‌هایشان تکمیل میشه آقای رحیمی؟ این بستگی به داره که چه وقت به صلح رو به نتیجه میرسانیم. اگر سالها بگیره خب بسیار فعلا فکر میکنم گره کار هم است که اینا آزاد شوند تا ما وارد مذاکرات شویم. نه این گره کار شده نمیتونه. او طرف هم نمیتونه که به خاطر 15 نفر کل پروسه رو مختل بسازه. مختل شده دیگه میبینیم عملا. نه پروسه اونا افراد خود از کابل خواستن. بله. من حیث یک وسیله فشار ولی بعد از آن پروسه ادامه یافته. اونا هم زندانی‌ها را آزاد کردن یک تعدادی که دستشان بوده و در هماهنگی با طالب نبوده. اما از همون لیستی که اونا داده بودن از همون اگر نپذیرن؟ اگر نپذیرن بسیار چیزای دیگر هم نمیپذیرن دیگه. این یک پروسه. و شما ادامه میتین رها میسازین روزانه 100 نفر؟ هدف از آزادی زندانیا است که دروازه را برای پروسه صلح باز نگاه کنیم و پیشرفت صورت بگیره. درست. زندانیای حکومت افغانستان نزد طالبا کیا هستن آقای رحیمی؟ یک تعداد زندانیایی داریم، تعدادشان بسیار کمتر است نسبت به زندانیای ازوا و او لیستایشان داده شده بر ازوا و از روی ازوا باید اونا آزاد کنن. اونا هم وقتی کسایی که آزاد میکنن از روی لیست باید آزاد. چقدر زندانی داریم؟ جمعاً لیستی که ما داشتیم در حدود 1,500 نفر بود که از او یک تعدادش قبلا آزاد شده در روش‌های مختلف و فعلا
در حدود 1000 نفر شاید باشه جمعا، در حدود 1000 ملکی و قوای مسلح هر چی است. نیروهای امنیتی چقدر هستن؟ تعداد دقیقش هم امی دقیقه در ذهن من نیست، ولی جمعا در حدود 1000 نفر در لیست است فعلا. یعنی شما نمیدانین که در چی سطحی از نیروهای امنیتی نزد طالبا زندانی است؟ میفهمیم؟ اینو از میدان جنگ گرفته شدن یا از راه ها ربوده شدن آقای رحیمی؟ هر دویش. هر دویش. هر دویش. چقدر ما اسیر جنگی داریم نزد طالب؟ گفتم در حدود 1000 نفر فعلا. ملکی گفتین و نظامی. ما نظامی چقدر داریم؟ اسیرای ما شماست. اسیر نظامی ما شما بسیار کمتر است و یک تعداد اگه شما یادتان باشه قبلا زندانیایی که داشتیم اونها را از طریق عملیات ها در سال گذشته و آزاد شدن. درست. بسیار عجیب است که حکومت افغانستان هنوز اطلاعات نداره که چند نفر نظامیش، چند نفر سربازش پیش طالب زندانی است و در چی سطحی است. تمام ارقام بسیار دقیق است. آقای رحیمی 20 نفری که چند روز پیش آزاد شد کیا بودن؟ اونا کلشان کسایی نبودن که مطلوب بودن، نظامیان بسیار محدودتر بود. چند نفر نظامی بود در همین 20 نفر؟ دوباره باید اینا رو در همین بررسی 20 کنیم. نفر چند نفر نظامی داشتیم؟ چند سرباز بود؟ اونا تحت بررسی است که دقیق کنیم. آزاد شدن به شما تسلیم داده شده آقای رحیمی؟ با ما تسلیم داده نشدن، اونا رو به آی سی آر سی تحویل داده بودن و در بین زو افرادی بودن که سنشان بسیار پایین بود. اونا نظامیان نبودن زیاد. هیچ کس نبوده؟ هنوز باید ارقام دوباره چک کنیم، امرای هویتشان کل چیزا دقیق. چند روز میگذره هنوز شما چک نکردین؟ یعنی که به شما مهم نیست زندانیا؟ است. بسیار مهم خب است. اگر هست باید بدانین اینا کی هستن، در چه سطحی و چند نفر تا امروز آزاد شده؟ چند نفر تا امروز آزاد شده؟ 20 نفر. 20 نفر؟ بله. چند نظامی بوده در بینشان؟ سعی کنیم او تعداد باید کلشان ببینیم، بررسی کنیم و آقای رحیمی مسئله این نیست که ما نمیفهمیم. مسئله عزیز که سربازی که در میدان جنگ خاک میخوره و به خون میغلطه هر روز، شما اطلاع ندارین که در نزد طالب چند نفرشان اسیر است؟ ما جسدهایی را داشتیم، جسدهای آورده شد در گوشه و کنار افغانستان دفن شد، چند ماه بعد معلوم شد که نمرده، جسد از کسی دیگری است و سرباز پیش طالب زندانی بود و این بسیار تاسف آور است آقای رحیمی. سربازی که خاک خورده تا شما و دیگرها دولت مردا در کاخهای مفشن حکومت داری بکنن. چه کنید؟ گپ ایست که کسایی که در دست دولت افغانستان زندانی هستند ارقامشان هم معلوم است، لیستایشان هم معلوم است، کل چیز برای تمام نهادهایی که زیر ربط بودن بر زوا داده شدن. اگر ارقام دقیق است این کار دولت افغانستان است. کسایی را که در او طرف گرفته شدن باید رعایت میشد، معلومات شریک میشد، اقلا برای آی سی آر سی باید کل معلومات داده میشد از طرف طالب. از طرف طالب. شما ندارین؟ وقتی که نه ما داریم. وقتی طالب میاد یک لیست 5000 نفری را به شما میده آقای رحیمی و 15 نفر سرش انگشت میمانه، میدانه که فرمانده های بلندپایه گروه است، درست؟ بله. ما باید بدانیم که چند نفر بلندپایه ما، چند عسکر ما، چند دگروال ما در پیش طالب زندانی است. کلشان میفهمیم. خب شما میگید که هنوز معلوم نیست طالب بیای به شما بگویه. یعنی چی؟ مثالی که گفتم ای بود که اونا وقتی کسی را گرفتن دیگه معلومات نمیتن، برای هیچ نهاد معلومات نمیتن. ما باید بدانیم که کی را گرفتن. بله، ما میفهمیم که نهادهای امنیتی ما باید بدانن. ما میفهمیم که کیا هستند، ولی ای که او زنده است و در دست طالب در زندانش است این وقت میگیره. اگه خود طرف معلومات نده شما چه رقم معلومات میگیرید؟ مردهش هم باید بخوایم ما شما. درست است یا نیست؟ بله. کجا دفن شده اگر مرده؟ خانواده هم سرباز باید بدانه یا وقتی که امرای طرف مذاکره جریان داشته باشه همین کارو میکنیم حالی. ولی وقتی که هیچ تماسی وجود نداره او طرف هم معلومات شریک نمیسازه شما چه رقم میفهمید؟ اگه خودتان باشین چه رقم میفهمید؟ اگر حکومت باشه میدانه که کیا در پیش طالب زندانی است و باید لیست بده. بله. لیست دادین شما لیست دادین که 1000 زندانی را رها بسازین، نه که کی را رها بسازیم در چی سطحی. ولی طالب گفته که طالب نام گرفته آقای رحیمی. بسیار عجیب نیست؟ طالب نام گرفته، به این نام مشخصات 5000 رها شود. تمام نهادهای امنیتی و دفاعی ما لیستایشان دقیق است، نام دادن. طرف باید بگویه که کدام یکی از این افراد پیششان زندانی است، کدام یکی نیست. اونا باید معلومات بدن. ایتون نبوده که ما معلومات نداشتیم، ما معلومات کامل دقیق داشتیم، ولی هر دو طرف باید بگویه. از طرف دولت چون همه چیز روی یک ریکارد است، هر کسی که گرفتار میشه در یک پروسه میایه مسئول است، بسیار آسان است که لیستار شما بگیرید. این کار دولت است. درست.
خب مذاکرات چی زمان آغاز میشه هنوز روشن است؟ هنوز تاریخ مشخص نداریم بریم. چرا نیست تاریخ مشخص؟ از خاطر که باید سر یک تاریخ تفاهم شه و هنوز تفاهم نشده. شما و طالب باید تفاهم بکنید. بله. گروه تماس شما رفت در قطر چی کرد؟ گروه تماس ما بازم به خاطر ازی رفت که امی دروازه باز شوه و گپ زده شوه. طالب باز اونمو نکرد گروه دروازه. تماس امین جده کابل امروز و 6 پروسه زندانیا رو پیش برد. چی زمان میشینین با طالب تاریخ مشخص میشه؟ فعلا ما آماده هستیم. منتظر هستیم. آمادگی یک چیزی دیگه است، تاریخ مشخص ساختن یک تاریخ چیز مشخص دیگه. به دو طرف ارتباط داره، به یک طرف نمیشه. میپرسم که چی زمانی میشینین و تاریخ مشخص میسازین یا کی مشخص میسازه به شما؟ آمریکا میاد مشخص میسازه یا شما و طالب؟ باید ما و طالب بشینیم و مشخص بسازیم. قرار است ولی بشینین وقتی یا خیر؟ بله قرار است؟ قرار است. پروسه سال برای چی می زمان جریان داره. میشینین؟ در کجا میشینین؟ وقتش ببینید در یک شرایط قرار داریم که کجا میشینیم ای بستگی به بسیار چیزای دیگه داره. اول باید توافق شود که میشینیم از می روز مذاکرات شروع میکنیم که تا حال ما و شما تاریخ مشخص نداریم و همین تفاهم صورت نگرفته. دومی که در کجا میشینیم، در کجا بازم به دو طرف ارتباط داره که تفاهم کنه سر یک نقطه. ولی فعلا شما میبینید دنیا کاملا کل ممالک بسته است، پرواز صورت نمیگیره. کلانترین کارنامه شما آقای رحیمی از زمان مأموریتتان در صلح برای صلح افغانستان چیست؟ ساختن یک پروسه و یک ظرفیتی که تمام مسائل به صورت جامع کار کنه و آماده بسازه برای از که در پروسه صلح از او استفاده شود. ظرفیت یعنی چی؟ یعنی چی کردین شما؟ افراد زیاد استخدام کردین یا کار دیگه؟ استخدام افراد هم شامل از میشه، ولی تمام مطالعاتی که لازم بود، جمع‌آوری معلوماتی که تمام کارهایی که لازم بود که پروسه صلح آغاز شود و کارها را انجام دادیم. آقای رحیمی، شناخت شما از طالب چقدر است؟ شناخت شخصی شما به حیث وزیر دولت در امور صلح. شناخت حکومت افغانستان نه، شناخت شما. شناخت شخصی من از مدت طولانی است. من حیث یک نهاد دوامدار او را مطالعه کردیم و من حیث افراد کسایی بودن که بعضی افراد از سابق میشناختیم، بعضی افراد در طول کارشان در وقت حکومت طالبان که اینجا بودن ما بودیم در افغانستان در مراحل مختلف اما قدر شناخته که یک کس دیگه میتونه داشته باشه داریم در مورد پروسه و از مدتی که مسئولیت گرفتیم هم در ارتباط هستیم امرای سطوح مختلفشان. ملا فاضل میشناسین آقای رحیمی؟ بله. کی است؟ چگونه یک شخص است؟ خب حالا نمیشه که در یک اینترویو ما شما کل چی یک بود شخص بیان کنیم. در دوره طالبان چه کاره بود؟ کسی است که فعلا در تیم مطرح است، گپ میزنه. در حکومت طالبان چه کاره بود آقای؟ گوانتانامو بود. بله. از اونجا آزاد شده و یکی از کسایی است که بسیار فعالانه پروسه را پیش میبره. و در آینده مهم است که در آل چیز و در آینده چه کار میکنه. در پروسه صلح فعلا او داخل است و کار میکنیم. رئیس جمهور گفته که بیش از 100 پیمان صلح خوانده. بله. شما چند پیمان خواندین آقای رحیمی؟ ما هرچی که 100 پیمان ما نخواندیم کلشه، ولی یک تعداد زیادی از اسناد و کتاب ها و لیترچری که وجود داره سر چی مطالعه کردیم. مالی خان دوباره برگشته به میدانهای جنگ. آنچه که ادعا میشه آقای نبیل رئیس پیشین امنیت ملی گفت اگر درست باشه میپذیرین که یک خیانت انجام شده در رهایی مالی خان و انس حقانی؟ تا اندازه یک معلومات وجود داره او پاکستان رفته. بله. درست؟ بله. ولی ای که در خط اول جنگ آمده باشه هنوز سند نداریم. در یک پروسه صلح هر اقدامی که شما میکنین افراد میتونن نظر به تصمیم خودش یک کار درست انجام بده یا یک کار غلط ولی او انجام فرد بده. نیست. شما به نمایندگی یا از آدرس حکومت افغانستان 3 فرمانده کلان شبکه حقانی را رها ساختین و عضو کلیدی طالبان را آقای رحیمی، درست است؟ در امو پروسه 3 نفر آزاد شدن ولی درست است که در یک جای چی وجود داشتن. اهمیت ازواج زیادتر به ارتباطی که با فامیل
از داشتن این زیادتر مهم بود. ولی بسیار فرمانده های عملیاتی سرشناس از ساحه نبودن. یعنی اگر مالی خان در حال حاضر در پاکستان باشه و آنچه که گزارش شده میدانهای جنگ را حمایت لوجستیکی بکنه، برنامه ریزی بکنه عملیات ها را و مردم افغانستان در همو عملیات ها کشته شوند، مسئول شماستین؟ ببینین روزی که مالی خان در زندان هم شیشته بود او کار جریان داشت. ایرش ما چطور گفته میتونین که این کار به خاطری که مالی خان رفته میشه. ایره ما شما دقیق گفته نمیتونیم. مالی خان در پاکستان است، درست؟ من شخصا نمیفهم که در پاکستان است، ولی چیزی که در مطبوعات برآمده بود همین بود که پاکستان رفت. یعنی چی؟ ما باید بدانیم که رها شده های زندانی در این سطح کلان در کجا هستند، چی میکنن؟ آقای رحیمی اینا سرباز نیستن، اینا قماندانا بودن. بله. و شما تضمین گرفتین که اینا دوباره به میدان جنگ بر نگردن. بله. درست است؟ کجاست تضمین شما؟ او تضمین اونا خودشان تعهد کردن که نمیرن به میدان جنگ و هنوزم در پاکستان چی میکنن مالی خان؟ ما استخبارات داریم یا نه؟ بله. باید اطلاع داشته باشیم. کار میکنه سر زو. تا هنوز کار نکرده. کار میکنن. اونا شب و روز مصروف هستن، کار خود میکنن و قوای مسلح ما، اردوی ما، امنیت ملی ما، پلیس ما همگیشان شب و روز وظایف خود به صورت درست انجام میده، هم در مسائل امنیتی هم در رسیدگی به مشکلاتی که از کرونا است. شما میبینید شب و روز اونا استاد هستن، زحمت میکشن. درست. سوال آخر آقای رحیمی، 14 ماه بعد که در توافقنامه آمریکا طالب آمده که هیچ سربازی امریکایی در افغانستان نخواهد بود، به گونه کامل خارج میشن. خب 2 ماه تقریبا کم و بیش گذشته. 1 سال بعد امریکایی‌ها در افغانستان هستن یا نیستن؟ او تصمیمی است که خود ایالات متحده خواد گرفتن، ولی در ضمن ایرم گفته که او توافق مشروط به است که طرف توافق هم قدم‌های لازم برداره. ما در کجای او توافق هستیم؟ ما در جایی هستیم که فعلا او مرحله تیر شده و دو طرف است. دولت افغانستان، رهبری سیاسی مملکت طرف جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند و امرای طالبان مذاکره داخل میشیم. یعنی امریکا تصمیم میگیره که امروز یا فردا در افغانستان باشه یا نباشه؟ طبعا در مورد سربازای خود هر مملکت خودش تصمیم میگیره دیگه. ما پیمان داریم با امریکا. ما پیمان داریم. بله. و در چوکات پیمان عمل خواهد کرد. خود به اساس پیمان باید چندین سال دیگه هم باشن آقای رحیمی. به اساس پیمان هیچ کس مکلفیت نداره که چند سال باشه. داره. ولی مشخص شده زمان در نظر گرفته شده. در یک طرز العمل در نظر گرفته شده که در صورت که خارج میشن مطابق این طرز العمل باید خارج شود. 2 سال پیش یا 1 سال پیش باید خبر بدن به شما. بله. شما امروز نمیدانین که 1 سال بعد امریکایی‌ها میره یا میمانه؟ مطابق BSA امو سند معتبر است و دو طرف گفته که امو سند معتبر است و مطابق از مو روابط ما امرای ایالات متحده آمریکا پیش میره. آقای عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، بسیار خوش آمدین به استودیوی ترو نیوز. تشکر. سلامت باشید.